یک نوجوان مهاجر افغانستان در ایران در رویای ساختن موتری است که هم بتواند پرواز کند و هم مثل کشتی در آب راه برود. خب حالا ما می‌خوایم این را آماده کنیم برای رفتن بر روی آب. آماده میشه. این نوجوان مهاجر افغانستانی رحمت الله احمدی نام دارد و باشنده اصلی ولسوالی بلخاب ولایت سریپول است. احمدی که علاقه به کارهای انجینری دارد، موتر بسیار ابتدایی را طراحی کرده که با ریموت کنترل می شود و راه می رود. این وسیله کوچک قادر است در خشکی و آب راه برود. اما احمدی میگوید در رویای ساختن چنین ماشین با قابلیت پرواز است. یعنی موتری که بتواند هم پرواز کند و هم مثل کشتی در آب راه برود. اکنون گزینه پرواز این وسیله کوچک فعال نیست، ولی بالهای آن طراحی شده است، اما قادر نیست وزن این وسیله را بردارد. احمدی اما از این وسیله به نام ماشین پرنده سه حالته یاد میکند. رحمت الله میگوید که با پول کارگری خودش این ماشین را ساخته و 1 ماه زمان برده است تا ایده هایش را تا حد پیاده کند. او اما تاکید میکند به دلیل نبود بودجه لازم نتوانست بالها و امکانات بهتر پرواز آن را فراهم کند. این ماشینی که شما مشاهده کردید در واقع یک ماشینی هست که میتواند پرواز کند و همچنان روی آب و زمین را برود، اما این یک طرح کامل نیست و یک نمونه هست و من توانستم این نمونه این را با هزینه شخصی خودم بدون حمایت دیگران بسازم و این ماشین طرح کامل این را میتوانم بسازم که میتواند نشست برخاست عمودی داشته باشد و همچنان میتواند روی آب را برود، همچنان روی زمین، که یک از ویژگی های خاصی که این ماشین دارد میتواند محدودیت ترافیکی را حل کند. احمدی میگوید او میتوانست ابزار و وسیله های دیگر که قبلا وجود داشته است را نیز بسازد. هرچند که رحمت الله احمدی میگوید این ایده کاملا جدید است، ولی دانشمندان قبلا این ایده را داشتند و اکنون هواپیمایی که در خشکی و آب نشست کند و یا موتری که در آب و خشکی راه برود وجود دارد و عملا در برخی از کشورها استفاده می شود. ایده سه کاره بودن یک ماشین برای پرواز آب و خشکی سالهاست که مطرح شده است و طرحهای اولیه آن در بسیاری از کشورها به نمایش گذاشته شده است، ولی وسیله‌ای که واقعا بتواند این سه کار را انجام بدهد و عملا استفاده شود تا به حال ساخته نشده است. با این وجود ایده چنین طرحها از سوی جوانان میتوانند بیانگر ذهن خلاق و پرسجوگرانه آنان در راستای دستیابی به تکنولوژی باشد. این وسیله کوچک و ساخته دست اکنون در روی آب و خشکی راه می رود. قبل از آن که این وسیله را داخل آب رها کند، باید ماشینی که برای آب طراحی شده است را بالا بکشد. به آهستگی موتور از زیر سینه این وسیله بیرون می شود تا بتواند او را در روی آب بکشاند. تایرهای این وسیله نیز از موتورهای اسباب بازی ساخته شده است و کوچکتر است. با این وجود در خشکی نیز راه می رود و با ریموت کنترل می شود. اونطوری که قبلا اشاره کردم، اما پرواز نمی تواند. بالهایش کوچکتر است و توان بلند کردن وزن وسیله را ندارد. رحمت الله احمدی میگوید که با هزینه بیشتر می شود هر سه قابلیت این وسیله را فعال کرد و حتی می شود در عمل موتر واقعی با این سه ویژگی را ساخت. این نوجوان 16 ساله میگوید که نیاز به حمایت دارد، حمایت مادی و معنوی تا بتواند ایده هایش را عملی سازد. او اما میگوید که اکنون در ایران سرگردان است و حتی نمیداند 1 سال بعد و 1 روز بعد چی می شود. این نوجوان میگوید آرزو دارد افغانستان روزی هم شود تا ایده هایش را در کشور خودش پیاده سازد و یا اینکه بتواند به کشور سومی برود تا آیندهش را بسازد و سرنوشتش نیز مشخص و معلوم باشد. و میتوانم این ماشین را توسعه بدهم و میتوانم چیزهای بهتر از این را بسازم که وجود نداشته باشد، کاملا یک چیز جدیدی. من میتوانم گام‌های پیشرفت را در زمینه‌های مختلف صنعت تکنولوژی بردارم و از کشورهای بشردوست میخواهم تا مرا حمایت کنند و به خاطری که در کشور من امنیت، صلح و ثبات وجود ندارد. جوانان زیادی چون رحمت هر کدام رویای بر سر داشتند و دارند. برنامه‌های برای آیندهشان داشتند و رویاهای بافته بودند، اما اکنون اکثرا در سردرگمی و بی‌برنامگی به سر میبرند.